اگه به فکر سرمایه‌گذاری در بریزبین در مناطق در حال توسعه هستید، حتما به این پادکست توجه کنید. در این پادکست 5 تا از سابرپای در حال توسعه بریزبین رو با هم مقایسه کردیم بر اساس فاکتورهای مختلف جداگانه و در نهایت همه این فاکتورها رو روی هم انداختیم و این 5 سابر رو با هم مقایسه کردیم. با ما همراه باشید. لازم به ذکر این نکته هستش که تمام این سابرپایی که الان داریم در حال بررسیشون هستیم سابرپایی هستن که و تمام اطلاعاتی که جمع آوری شده اطلاعاتی هستش که از سال 2019 تا حال حاضر هستش. بر اساس تمام این اطلاعاتی که هستش در گذشته، عملکرد گذشته، ما با یک سری اسامشن ها مدل سازی آینده قیمت ها رو برای سابرپایی که شورت لیست کردیم و انجام دادیم و در اختیار کلاینت های محترم قرار دادیم و قرار خواهیم داد. اگه بخوایم که این پادکست رو شروع کنیم، اولین سابربی که میخوایم بررسیش کنیم که بالچر هستش که همینجوری که روی صفحه مشاهده میکنید تا حدودهای اوگست 20 روند خاصی اتفاق نیفتاده. بعد یک رشد با شیب ملایمی شروع شده، شیب تندتر شده. این حدودهای سال 22 23 در حال ثبات قیمتی بوده و دوباره از این حدودهای جون 23 و سال 23 تا حال حاضر قیمت به سمت بالا بوده. میانگین روزهایی که ملک در بازار مونده تا فروش بره همونجوری که میبینید رو به کاهش بوده و با عدد بسیار رقابتی 17-18 روز خاتمه پیدا کرده. پتانسیال بایرز روند خوب و به سمت بالایی رو داره و رنتال ییلد با توجه به اینکه قیمت انقدر خوب رفته بالا هنوز رنتال ییلد خودش رو تونسته بالای 4 نگه داره و در حال حاضر 4.23 هستش که به معنی اینه که قیمت رنت هم خوب رفته بالا. نرخ خالی بودن یه نرخ بسیار رقابتی 1.25 1.43 1.54 هستش و خودش رو دوباره تونسته حفظ کنه و آخریش هم تخفیف وندور هستش که باز یه رقم خیلی خوبه، یه رقم خیلی خوبی رو داره. ببخشید. سابر بعدی فلگستون هستش که میدین پرایسش رو همینجوری که ملاحظه میکنید رو به رشد بوده و رشد ملایمی داره. یه پله اینجاها زده ولی رشدش بعد از اون ملایم بوده. از 430 شروع شده و به 750 رسیده از جولای 2019 تا ژانویه 25. تعداد روزها رو به کاهش 17 روز خیلی رقم رقابتی و خوبیه، معنی داغ بودن بازار رو میده در اونجا و همینجوری که میبینید روند پتانسیال بایرزها به سمت بالا، رنتال ییلد قاعدتا به سمت پایین اومده ولی هنوز نزدیک به 4.3 و 94 ترجیحاً بالا 4 باشه بهتره. ویکنسی ریت هم در چند ماه اخیر به سمت پایین اومده، الان 1.7 که خیلی رقابتیه و تخفیف فروشنده هم رو به کم شدن بوده و ثبات. شهر بعدی رد بانک پلینز هستش. میدین پرایس ثابت بوده تا مدت زیادی تا ژانویه 21 320 بوده و رشد خیلی خوبی رو شروع کرده و الان میدین 664 هستش. میانگین روزهایی که ملک تو مارکت میمونه بسیار پایینه. خریدارها دیمند بسیار رو به سمت بالای با شیب خیلی تند و قوی. ییلد رقم 4.3. نرخ خالی موندن بسیار خوب و پایینه، بین 1 و 2 هنوز خیلی رقابتی در نظر گرفته میشه و اوریج وندور
دیسکانت هم 3 هستش که بازم به سمت کمتر شدن بوده. سریعا به شهر بعدی میریم. ریپلی میدیم پرایس از حدود ژانویه 21 همونجوری که میبینید با یه شیب کند بعد تندتر به سمت بالا بوده و به 730 خط شده. از 390 شروع شده و 730 خط شده. روزها 20 19 14 خیلی پایین. پتانسیال بایر به سمت بالا با یک شیب بسیار خوب. رنتال ییلد 4.12 4.13 خوب ثابت مونده. نرخ خالی بودن 3.5. این داده ها رو کارشون دادیم 4 4 4 4 4 3.5. حالا اینو باید بررسی دقیق‌تر بشه و ماه بعدم فوریه هم بیاد بتونیم نظر دقیق‌تر بدیم، ولی رقم بالاتری از اون 3 سابرب دیگه و اوریج وندور دیسکانت هم رقم خوبیه ولی از اونای دیگه بالاتره. و شهر آخر یرا بیلبا هستش که میدیم پرایس تا حدود می 21 اتفاق نیفتاده. 390 بوده به سمت بالا رفته و 665 کار خاتمه داده و بسیار عدد پایینیه. روزهایی که ملک میمونه تا فروش بره میانش 13 روزه. دیمن به شدت به سمت بالا. ییلد 4.5 رقم خوبیه. اجاره خوب رفته بالا نسبت به قیمت. ویکنسی ریت خیلی عدد پایین و رقابتی. و در نهایت تخفیف مالک که دوباره یه آیتم خیلی مهمیه بسیار پایین هستش. در قسمت دوم این پادکست تمام داده های این 5 سابرب رو روی هم انداختیم و با هم میخوایم مقایسهشون کنیم. اول از میدین پرایس شروع کنیم. همونجور که ملاحظه میکنید هر سابرب یه گرافیک رنگ مختلفی داره، متفاوتی داره که بالچه، فلکستون، رد بانک پلینز، ریپلی و یرا بیلبا همونجور که ملاحظه میکنید. و اگر که اولش رو بخواهیم که شروع کنیم همونجوری که میبینید رد بانک پلینز 326 بوده و یرا بیلبا 388 بوده، ولی در نهایت میایید در آخر رو ملاحظه بفرمایید رد بانک خودش تونسته برسونه به یرا بیلبا که نشان دهنده عملکرد بهتری بوده. و در جای دیگه ای از گراف ریپلیو میبینید و کبالچه همینجوری که میبینید کبالچه دوباره تونسته یه عملکرد خوبی از خودش نشون بده و در نهایت اومده رسونه خودش رو به ریپلی با 725 و 730. حالا یه میدین رنت هم ببینیم وضعیت چجوریه. 590 580 575 570 550 که رقم های خیلی خوبی هن. رنتال ییلد بالاترین رقم و یرا بیلبا با 4.5 بعد رد بانک پلینز 4.3 دارن. ویکنسی ریت که دوباره خیلی آیتم خیلی مهمیه. ریپلی رقمش بالاه ولی بقیه زیر 2 هستن که یک رقم خیلی خوبیه. تعداد روزهایی که ملک در مارکت میمونه رقم های بسیار کم 17 17 15 بسیار پایینن. همونجوری که میبینید ترند هم به سمت پایین هستش. آیتم بعدی رو که میتونیم مقایسه کنیم پتانسیال بایرز هستش که برای کبالچه و رد بانک پلینز رقم های بسیار بالایی هستش. البته این آیتم رو خیلی با هم نمیشه مقایسه کرد، باید یک سری چیزای دیگه هم مقایسه کردش که بشه از این نتیجه گیری کرد. اینونتری لیول فلگستون 6-2 که رقم بالاییه سمت بالا بوده. ریپلی 3.9 بوده که رقم قابل قبولی هستش، ولی خب هرچی پایین تر بهتر بر اساس اگر که فاکتورهای دیگه هم در نظر بگیرید. این هم یه فاکتوری مهمیه که باید در نظر بگیرید. Affordability Index هم یه آیتم خیلی مهمی میتونه باشه. الان در مقایسه بخواید در نظر بگیرید که بالچر 32 ساله ولی فلگستون 21 ساله، یعنی هنوز فلگستون نسبت به کبالچه
خیلی به صرفه تر هستش. آیتم بعدی که میتونیم در نظر بگیریم میزان کسایی هستند که صاحب خانه در اون منطقه، هرچه بالاتر بهتر. یارا بیلبا 38% که رقم کمی، یعنی اینوسترها اونجا زیادن که میتونه توی داونترنا اذیت کننده باشه، ولی فلگستون رقم خیلی خوب 75% داره. بعد ریپلی و کبالچر تقریبا نزدیک همن 55-57 که باز قابل قبول هست در حدودی، ولی رد بانک پلینز و یارا بیلبا خیلی رقم پایین دارن. موفق باشید و برای هر گونه سوالی داشتید لطفاً مانند ویدیوهای قبلی برام بفرستید. خوشحال میشم جوابتون رو بدم. موفق باشید.